یکی میخواد که حرفی بزنه منزلت کسی رو پایین میاره، گفت فلانی از زنم پستره. تو یک جلسه ای فلانی از زنم پستره، از زنم کمتره. کی گفت زن پسته؟ که تو اینطوری داری تشبیه میکنی فلان مرد از زن پستره. کی گفت زن پسته؟ تو داری میگی زن پسته. زنهایی بودن که به کمال رسیدن که هزارها مرد نفسشون نمیرسه، به ناخنشون نمیرسه. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف بهش میگن، فاطمه زهرا رضی الله عنها، اینا به کمال رسیدن. پس این نیست که اگر مرد بی برکتی دیدی اونو تشبیه بکنید